یا بعضی ها به فحشا دعوت میکنن، مثل تلویزیون ها، تلویزیون طلو، تلویزیون یک، تلویزیون چقدر دیگه، ماریانا و همین اکثرش دیگه، غیر از یکام تاش اکثر یا کار فحشا را نی سریال هاست دیگه. باز یکم تا میگه این سریال آموزنده است، به فحشا و به حیا را یادت میده، عقاید کفری و شرکی را یادت میده. آموزنده اسلام قرآن یادت داده و ظالم قرآن گوش کن. حالی نمی سیدی های استادای جهان هست نی، اون را گوش کرده برو گوش کنی را. آموزنده قرآن الله برات یاد میده، رسول الله صلی الله علیه و سلم احادیث بخوان. او کافر از بیدین است، چیزایی را نشان میده. سریال دیدن حرام است، خصوصا می سریال های کفری شرکی که از ترکی و هندی و غیره، ایرانی و همین چیزا، رو عقاید خراب خدا داخل میکنه.